هنوز یعنی باید من خیلی هوایت خوشبخت نشیدم، لیکن مادر من یک نفر رو انتخاب کرد که هیچ بدی درست نمی‌آید. بله زنگ میزنم. خب مرحمت چون که این شهزاد جان فردا شما روزی خرسندی داره. خرسندی؟ اولش که کاریت نباشه ما خرسندی داریم یا که نداریم. کاریت هیچ که اجازه نداده که با گپای من گوش بیاندازی. خیلی از این کارش شد. خدا در نظر چی بزرگ کردم مرا خوشبخت کردم توانست. نه نیستی در این خونه ماتم گرفته. گلناره در این 3 سال زندگی من تو صدها مراتبه میگم که من با تو خوشبخت شده نمیتوانم. میفهمی امیره؟ دل من گرفتی از خون سفته یا خیلی مال و ملکی مطرح کنم. هیچ وقت در دل من ندارمدی تا آخر عمر بودم که من با تو خوشبخت نیستم. هیچ وقت یاد نبودم. بابای جان نباید خوب خستم چقدر یه بار دیگه از آدرزم برای شود آماده باش جان من حاضی نمیام. یه گردن بند زیبی تو دارن جانی من. شهزاد باز چی میگویی؟ چی میخوادی؟ تو که مرا عذاب میبینی؟ تا آموزه که تو در این خونه هستی شاید که عذاب بکشی. تو میدونی که من تو هیچ وقت دوست داشته نتوانستم. پس اگر آزادی بخوری آمدن من خونه بخوری کن. تمام. من از این زندگی وفا ندیدم چقدر درد و غم رنج کشیدم گه تنه مردمان زی پشتم من از دوستان و هم دشمن شنیدم. تک و تنها بسوزم از فراق دیدنت متکای دردهایم به من شام میتند از عشق تو بریزم خاک پای تو را من هوس بشکنم از همین دیدنت